طبیبی را که در دوشنبه از کار برکنار کردند در شهر کالینینگراد روسیه جایگاه یافت. محمود مرادوف 59 ساله همراه با پسرش بختیار مرادوف در نقطه غربی ترین روسیه درمانگاه دندانپزشکی المد را تأسیس دادند. او سال 2012 از وظیفه سردکتر بیمارخانه دندانپزشکی کودکانه شهر دوشنبه برکنار شد و گفت دلیل برکناری او چند سردکتر دیگر در آن سال مأموری بود، نه کسبی. بعد این محمود مرادوف 2 سال در دوشنبه بیکار گشت، چون میگوید معمولا پس از برکنار شدن از وظیفه متخصصان دل شکسته میشوند. خود او هم تا آخر امید داشت که حتما جای کار پیدا میکند، ولی چنین نشد. بعد این تصمیم شد که این خانواده جمعاً همه بر روسیه میکوچند و از پی کار خود در این کشور میشوند. مرادوف‌ها کلینیک خصوصی دندانپزشکی المد را تأسیس دادند. رهبر کلی آن پسر خاندان بختیار مرادوف است و همسر دخترش هم در همین جا کار میکند. در برابر اعضای عائله در کلینیک متخصصان طب از اوکراین هم کار میکنند. با این ترتیب در مدت 3 سال خانواده محمود مرادوف از کارجو به کارده تبدیل یافت. روزی تا 10 نفر بعد در درمانگاه دندانپزشکی المد برای معالجه مراجعت میکند. محمود مرادوف میگوید همین را درک کرده است که برای ساختن زندگی بهتر و آینده خوب فرزندان هیچگاه دیر نمی شود. این پزشک تاجیکی بیش از 30 سال سابقه کاری دارد. میگوید پیدا کردن کار برای پزشکان تاجیک در روسیه چندان مشکل نیست، اما تأسیس درمانگاه خصوصی یک اندازه مشکل تر است. بختیار مرادوف که رسما رهبر کلی درمانگاه است میگوید با استفاده از تجربه پدرش کار میکند و همیشه در فکر پیشبردی کار و کسبش میباشد. بختیار گفت که در کار و زندگی خود در روسیه تا حال هیچ حالت نشده است که ساکنان محلی یا مقامات به هنر و کسبیت او و اعضای خانواده‌اش با شبهه نگاه کرده باشند. و گفت که اگر شخص کسب خود را بشناسد هیچگاه دچار مشکل نمی شود. عبدالله دولتوف پزشک سابقه دار تاجیک در روسیه روز 24 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که پزشکان تاجیکی که زمان شوروی دانشگاه طبی در دوشنبه را ختم کردند با آسانی کار پیدا میکنند. او گفت چند سال پیش در پی تأسیس انجمن وارثان سینات در روسیه اسم 300 پزشک تاجیکی مقیم این کشور را ثبت نام کرده بود. عبدالله دولتوف میگوید بسیار دیده است که دختران تاجیک و صاحب کسب با مناسبت خوب برخوردار میشوند و کم حالت شده است که از مشکلات مربوط به بی احترامی بر اساس ویژگی‌های ملی و نژادی دچار شوند. این مصاحبه ما هجرت پزشکان تاجیک را بر زیان تاجیکستان و به منفعت روسیه عنوان میکنند. روسیه کشوری است که بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای کار به آنجا رفتند. اکثر شهروندان تاجیکستان در ساختمان کار میکنند. اکثر پزشکان مهاجر در بیمارخانه‌های دولتی کار میکنند.